ببینید این عبارت در کتاب المحلا مال ابن حزم اندلسی هست. عزیزان دقت کنن. الامام الجلیل المحدث الفقیه جلد 11 که البته خود ابن تیمیه هم در منهاج السنه چندین جا فتاوای خودش رو مستند کرده به قول ابن حزم اندلسی، یعنی مورد تأیید اونها هم هست. در جلد 11 صفحه 253 عزیزان دقت کنن. این تعبیر هست که برای شما عرض کنم که میگه من تزوج امه التي ولدته، هر کس با مادری که او را به دنیا آورده ازدواج کنه، یعنی نه مادر رضاعی، نه زن بابا، مادری که او را به دنیا آورده، و یا با دخترش، با خواهرش، با جدش، با عمش، با خالش، با پسر دختر برادرش، دختر خواهرش، اگر ازدواج کنه، حالا ازدواج کنه نمیدانه، نه عالما به قرابتهن من، میدانه که نه مادرشه خواهرشه، عالما به تحریمهن علیه، میدانه که ازدواج با مادر خواهرم حرامه، و وطئهن کلهن، ازدواج کنه هم بسترم بشه، یعنی با مادرش، خواهرش، عمش ازدواج کنه و هم بسترم بشه. فالولد لاحق به، اگر بچه دار بشه، بچه مال خودشه، یعنی با مادرش ازدواج کرده بچه دار شده، این دیگه ولد و زنا نیست، نه زنازاده نمیشه، این زنازاده نیست، بچه باباشه. والمهر واجب لهن علی، مهریش هم باید بده. عجب. یعنی اگر با مادرش ازدواج کرده گفت آقا مثلا من چند تا سکه بهار آزادی میدم به تو، مثلا باید مهریه هم باید بده. غیر از تعزیر هم چیزی دیگری حدم نداره این نسبت به ایشون. عجب. و همچنین باز از فقهای بزرگ اهل سنت هست. عزیزان دقت کنید. البته من عذر میخوام که اگر چون دیگه شون مطرح کردن گفتن من همین جمله نمیگفت ما را وهابی فرض کنید یا سنی، من نمی آوردم دیگه یه جوری گفت که دیگه بله. کتاب بنا بدای و صنایع است، مال آقای کاشانی حنفی هست، متوفای 587 که آقای ابن حزم اندلسی متوفای 345 بود. در جلد 7 ایشون هم همینطوری برای شما عرض کنم میگه اگر کسی با محرمش ازدواج کنه و هم بستر هم بشه، برای شما عرض کنم آقای ابو حنیفه گفته حد ندارد، اگرچه عالم به حرمت هم باشه.